سلام، چی حال دارید؟ امید است که جور و صحتمند سر حال باشین. دوستان عزیز، امروز در مورد برازیل، کشوری که فوق العاده عالی یک جنگل داره که یعنی سر و بیخ کنش اصلا معلوم نیست که تا کجا را میرسه، به نام آمازون که فعلا چی جور شده؟ یک بزنس وسیع در جهان جور شده. خب میریم در مورد کشور برازیل معلومات میتیم که چگونه است، چی است، چی میکنه، چرا که مردم علاقمند به برازیل هستن و میخوان برازیل برن، هدفشان هم برازیل، کاش که برازیل باشن. باز میای طرف امریکا، باز میای کانادا، یک کار را مندازن بر سرش. ما دیگهش کار نداریم، فقط معلومات مختصر در مورد برازیل با شما میگم و بشنوین و ببینین و لذت ببرین و در بین سخنهایم شاید بعضی گپایی را بگویم که مثلا چه قسم میاین چه قسم نمیاین با کانادا و بلا 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 بلا. منتظر ویدیو باشید. خب کشور برازیل منطقه وسیع بین امریکای جنوبی و اقیانوس اطلس است. این کشور در شرقی ترین منطقه امریکا بوده و پر جمعیت ترین کشور امریکای جنوبی است. برازیل با کشورهای اوروگوئه، پاراگوئه، بولیوی، پرو و گویان مرز مشترک دارد. این کشور دارای زمین‌های کشاورزی گسترده‌ای بوده و جنگل‌های استوایی فراوانی دارد. این کشور نهمین اقتصاد بزرگ در جهان از نظر قدرت خرید و 11مین قدرت اقتصادی جهان از نظر نرخ داد و ستود است که این قضیه نشان از قدرت بازار بی‌نظیر کشور برازیل دارد. کشور برازیل یکی از مهاجرپذیرترین کشورها است. فضای ورزش در برازیل بسیار گسترده بوده. ورزش‌های ساحلی در این کشور از نظر کیفیت در وضعیت بالایی هستند. در این کشور مهمان‌های خانوادگی زیادی دیده می شود. در سال جدید کشور برازیل قصد دارد شرکت‌های جدیدی را جذب کند. بورس اوراق یعنی بهادار یا در این کشور در وضعیت ادغام شده دیده می شود. یعنی هدفش چی است که مثلا برازیل می‌خواد که یعنی کمپانی بزرگی را ایجاد کند تا مردم بیاید اوجا و از کشور برازیل لذت ببره. به خاطر از اینه که برازیل بیاید و پس بری طرف کانادا. برازیل چندین نوع ویزا داره: ویزای توریستی، ویزای تحصیلی، ویزای کار، ویزای پزشکی یا دکتران. دیگه زندگی در برازیل چه قسم است؟ مهاجر پذیر است، تحصیل، همه چیز برازیل میشه به خاطر که میخواین کشورشان است. این شد از معلومات کوچک و مختصر در مورد برازیل. خب اقتصاد و منابع مالی و درآمدزایی در برازیل چه رقم است که چه قسم مثلا اقتصاد خود به دست میاره و از کجا شروع میکنن کجا شروع نمیکنن. کشور برازیل بخش‌های گسترده از کشاورزی، تولید و خدمات را در دست دارد. این کشور در زمینه تولیدات ناخالص با کشور امریکا لاتین برابر است که این موضوع سبب شده است قدرت اقتصاد کشور برازیل بیشتر از قبل باشد. کشور برازیل بازارهای جهانی خود را گسترده داده است. این کشور در زمینه صادرات نیز رشد خوبی داشته بوده است. دیگه بیادرای عزیز، نوی حکومت و ساختار سیاسی برازیل چه رقم است؟ برازیل یک نظام ریاست جمهوری فدرال است، یعنی هر ولایت خود از خود یک نظام مشخص خود داره و تمام کار کرد، ولی در مجموع یک کشور است، ولی ولایت‌هایشان میخواد که به شکل مستقلانه خدمت کنند برای کشور برازیل. خب دموکراسی و نظام جمهوری است که به طور کلی ریاست جمهوری در این کشور همزمان ریاست دولت و حکومت را در اختیار گرفته است. دموکراسی در برازیل دارای نمایندگان مشخص دارد. یک از اصول بنیادین سیاست در نظام جمهوری نظام چند حزبی است، چند حزبی مثل افغانستان. این کشور دارای آزادی سیاسی. در این کشور شهرداری ها واحدهای سیاسی مستقل هستند. سیاستشان فوق العاده عالی است، مثل افغانستان نیست، ولی افغانستان سیاست داشت جمهوری یک نام بود. فعلا خب بیخی گو در گوی شده. چی حاله ما پد کنیم که ایتوس فلاوتوس ایتوس. خب پایتخت برازیل که است برازیلیا، یک از مهمترین شهرهای کشور برازیل و پایتخت آن است که در ارتقای این کشور قرار دارد. این شهر به طور کلی دارای زیرساخت‌های مدرن است و ساختمان‌های تجاری و مسکن‌های زیادی در آن دیده می‌شود. در کشور برازیل فیلم‌های هالیوود بیشترین نقش را دارد. همیشه اگر شما دیده باشین امو بوتیک استارت شده در شهر برازیل به یک قسم اونو که از در زیادتر فیلم ها شما رو میبینین به خاطر از اینکه بسیار مشهور است و فیلم های زیادی هالیوود امریکایی هم در کشور برازیل چی میشه؟ ساخته میشه.
شهر ساو پائولو یک نامای سخت عجیب غریب داره. یک از شهرهای مهم و ثروتمند کشور برزیل است که دارای جمعیت زیادی بوده و آسمان خراش‌های دیدنی و جنگل‌های انبوهی دارد. تنوع غذاهای ساو پائولو از بقیه شهرهای برزیل بیشتر است. یعنی یک کشوری است که آسمان خراش‌ها بلند منزلا داره، بسیار یک عالی است دیگه، فوق العاده است. می‌بینید اینه می‌بینید دیگه، خودتون درست. خب دیگه چندین شهرهای دیگه هم داره، مثلا شهر فورتالازا، شهر ریو، شهر پاراتی، شهر ریسیف، شهر اولندیا، شهر مانائوسو، شهر سالوادور و این و غیره و غیره. خود در برزیل افغان ها کم است ولی ایرانی ها خیلی زیاد است برزیل، به خاطر که اونا به خاطر تحصیل رفتن به برزیل. همونجا ما گفتم ما را تیر از آخوندهایی که دوجا است و فعلا حکومت میکنه، ما را این برزیل خوب است، چون مردم ایران آزادی طلب هستند، زیاد خوش دارن که آزاد باشن، ولی ما احترام داریم برای مردم ایران، چون برادرای ناراضی ما هستند و ما خوش هستیم از کشور ایران. فقط او ما را نگیره دیگه مشکل ما نداریم باشه. گفته چی در مقابل یک بوتل او یک گلاسه باید یک بشکه تیل برای ما روان کنه. جغرافیای برزیل هم کشور برزیل منطقه وسیع بین امریکای جنوبی و اقیانوس اطلس است که این کشور شرقی ترین منطقه امریکا بوده و پر جمعیت ترین کشور امریکای جنوبی است. برزیل با کشورهای اوروگوئه، باراگوئه، بولیوی و انمی و غیره و غیره گفتم که همسرحد است، قسمی که در اول بر شما گفتم. خب فرهنگ مردم برزیل در برزیل سوغاتی و هدیه دادن از اهمیت زیادی برخوردار است. مثل افغانستان ولی میبری خانه این خکی کلچره میگیری، مثلا چند نفر جمع میشه، بازدکون زنانی میشینه میره خانه قوم خیش خود میره قرار که اون دایره زنی که میره سوغاتی و هدیه و چیزای خود میبره. مثل ما واره فرهنگ شده است. اگر به خانه یک فرد از کشور برزیل دعوت شدید بهتر است با خود گل و یا هدیه کوچک با همراه داشته باشید، زیرا اگر هدیه با همراه نداشته باشید احتمال اینکه صاحب خانه از شما دلگیر شود. در این کشور کادو به محض ارائه باز می شود. لطفاً تنها در برزیل نه، تنها در افغانستان، هر جایی که میرین از برای خدا یک چیز همراهتان ببرین، کم نمیشین، مقبول معلوم میشین. نه ما مردم. ها پیشرفتن در برزیل، یک بخش پیشرفته در کشور برزیل سبک زندگی یعنی برآورده شده است. سبک زندگی در این کشور پیشرفته است به این معنی که مردم برزیل درگیر هزینه‌های اضافی نیستند. در این کشور فخر فروشی بسیار کم دیده می شود و برزیل توانسته پیشرفت خوبی در زمینه زندگی ساده و آسان داشته باشد. یعنی زیاد کشفش نداره او ما یعنی بلوز مرسای که چی است ایلومیناتی نوشته است یا مثلا ما این برند از جنسی گپا نیست. بسیار مردم زندگی آسان و ساده و مقبول و دیدنی و دلچسب دارن، نیاز به این ندارن که والا توی چیزاری ما و چیزار مثل افغانستان ولی ول کنین دیگه پاره بانیگه پاره چی میکنی پشت که دیگه تون غلطی دین، گپ نزنین، درس بخونین، خدا پیش برین، پول پیدا کنین. پول چی میکنه؟ نقدر مثلا تمام روز پشت از این گپ بزن، پشت از او گپ بزن، بانش پول پیدا کن، پیسه پیدا کن، لذت ببر. پول، صداقت، راستی، به مردم غریب کمک کردن، دست یک بیچاره فقیر گرفتن، اینمی بهترین به نظر من زندگی است. با خدا باشین، ارتباط خدا با خدا کنکت کنین، نه با چند تا غول که دور پیش ما جمع شده به نام قوم خیش و برادر و خواهر، بعضیشون خوب است بعضیشون بد است، کلی که دیگه تا زدن میره نکنین کارا دیگه. اون مردم میره برزیل، میره از برزیل میاد در کشورهای مثلا پیرو و چیلی و اینیا تیر شده میاد طرف مکزیکو، از مکزیکو می امریکا، از امریکا میاد با کجا و کانادا. ما راههای قانونیش هم گفتیم که شما چطور از برزیل بریم به کانادا، ولی در پشتوست ان شاء الله کوشش میکنیم که مو راههای قانونی بدری هم باشم بر شما جور کنم و هم پیش میریم دیگه. نمی چینل از دیگر چیزا انداخته میریم، مثل سلات جور کرده میریم، از خبرهای جدید ما مندازیم، از کشور ما مندازیم، از مهاجرت ما مندازیم. چینل از بندازین تا که چینل پیش بره. اگر لایک نکردی گردن بس لایک، اگر کامنت نکردی کامنت بان، اگر سابسکرایب نکردی یک سابسکرایب چی میشه که شما بکنین میمونین. خب ببین یک سابسکرایب میبینید زنگوله فالوش هم میزنین گپ حل میشه، ما هم خوش شما هم خوش دیگه. چی گپ است دیگه؟ اینا تو معلومات دادم میریم، شما هم سعی کرده بنویسید دیگه. بازم احترام به همه، احترام به تمام انسان ها کنین، پدر مادر خود دوست داشته باشین، از همه بیشتر پیسه دار شوین دیگه. وقتان خوش، زندگی پر از خوشی و محبت داشته.